ایالات متحده آمریکا روسیه را با کوشش گذاشتن تأثیر در انتخابات امساله پرزیدنتی در این کشور متهم کرد. وزارت عدلیه آمریکا روز 4 سپتامبر اظهار نمود که روسیه نقشه داشت به واسطه یک چند رسانه و سایت های اینترنتی که زیر نظارت کرمل بوده هدفشان گمراه کردن آمریکایی ها بوده است ترغیبات روسیه را پهن کند. به قول وزارت کرمل رسانه های شبیه ارتی را که در گذشته رشد تودی نام داشت و همچنان چندین پایگاه آنلاینی را برای گمراه نمودن مردم آمریکا با ترغیبات کرمل استفاده کرده است. طوری در عیبنامه دادستانی ذکر شده است حلقه داخلی پرزیدنت پوتین و از جمله سرگئی کریینکو شرکت‌های جمعیتی را به دروغ پراکنی و ترغیبات زیر سرپرستی دولت روسیه در دوره انتخابات پرزیدنتی سال 2024 سفربر کردند. وزارت عدلیه ایالات متحده در ماه ایول تأکید کرد که تلویزیون ارتی روسیه تلاش دارد در انتخابات آمریکا دخالت کند. آن زمان وزارت گفت که یک کارمند این تلویزیون در شبکه‌های اجتماعی با نام‌های گوناگون آمریکایی 1000 صحیفه ساخته خبرهای دروغ و غرضمندانه زیر نظر کرمل را نشر، پهن و گویا چون شهروندان آمریکا تبلیغ کرده است. همین طریق ایالات متحده آمریکا 32 دومین اینترنت را که به اصطلاح پروپاگاندای روسیه را پیش می‌بردند بسته است. به گفته رئیس خدمات کشف آمریکا یا خود FBI کریستوفر ری، این رسانه و دومین ها با دستور حکومت روسیه مردم آمریکا را فریب می‌کردند.